هیچ حال در هیچ مکان و زمان شیطان به ذات انسانی نیکی نمیخواهد و نخواست است، تا قیامت هم نمیخواهد. خداوند جل جلاله خودش در قرآن همه بنده هاش تا به قیامت هشدار داد که شیطان برای شما عدو و مبین، دشمنی آشکارا هست. دشمنی آشکارا، دشمنی بدترین شما شیطان است که بنده باید آگاه باشد. ابی سعید خدری میگوید که حبیب خدا فرمود که شیطان گفته بوده است قسم به عزتت ای پروردگار. شیطان که الله دارای عزت و جلال است، قسم به عزت و جلالت، لا ابرح اغوی عبادك ما دام ارواحهم فی اجسادهم. ملعون، این مردود، این مخلوقی که به خاطر فرزند آدم از رحمت پروردگار دور ماند، فرمود شیطان چی گفت؟ قسم به بزرگی و عظمتت ای پروردگار، لا ابرح اغوی عبادك ما دام ارواحهم فی اجسادهم. این بدبخت چه قسم سختی خورد. اینقدر دشمنی سرسخت برای بندگان خداست، اینقدر دشمن ما و شماست. گفت قسم به بزرگیت پروردگار، تا وقتی که این بندگان تو، این انسانهایی که ایمانی به تو دارند، این انسانهایی که پایبند عبادتند، این انسانهایی که پایبند ماه مبارک رمضانند، تا وقتی که جان در بدن دارند من دست از اغوا و گمراه کردن اینها نمیکشم. تا وقتی که اینها هستند، جان در بدن دارند، منم گفت از اغوای اینها، از گمراه کردن اینها، از راه درست به راه نادرست بردن اینها دست نمیکشم. و سوی پروردگار از این شیطان ملعون مردود پناه طلب میکنیم. پروردگار که بنده را نوازش میکند، پروردگار که بندش را دوست می‌دارد، پروردگار که ما را به نظر رحمت خود همیشه نگاه میکند، به سوی شیطان چی گفت؟ و عزت و جلال، ای شیطان دست نمیکشی از اغوای بندگان من، بنده های مرا در راه نادرست میبری، بنده های مرا در وسواس مبتلا میکنی. قسم به بزرگیم، قسم به عظمت و جلالیه که من دارم. چی قسم خورد؟ پروردگار چی قسم خورد؟ گفت اگر بندگان من حتی به دلالت تو، حتی به پیشنهاد تو 1 سال و 10 سال و 20 سال حیات خود در راه خطا گذرانند و این بندگان اگر 1 لحظه به سوی من گردن، 1 لحظه گردن
و گویم پروردگارا 20 سال در دام شیطان بودیم، 20 سال در این راهی که ما را شیطان گمراه کرد در او راه بودیم. خدایا از این لحظه ها پشیمان شدیم، الحال به سوی تو رجوع کردیم. خدا میگوید مستغفرونی، قسم به خدا، قسم به بزرگیم که ببخشونشان، قسم به بزرگیم، قسم به جلالیم که اگر 10 سال و 20 سال بندگان من در راه غلط روند، یک لحظه به سوی من گردن و توبه کنند، من گناه های بنده های خود من میبخشم. برای شیطان این یک ضربه سختی بود که وقتی که از خداوند که این سخن را شنید، شیطان ناامید شد. برادرای عزیز و گرامی، پروردگار مهربان است. پروردگار از مادرهامون هم دیده مشفق‌تر است برای ما. حضرت مولوی میگفت به کودک مادرش چون مهربان است، نگه دارنده از چندین زیان است، که دارد حفظ حالش از فلاکت، خصوصا از طعام با حلاکت. حضرت مولوی میگوید مادر در اصل برای فرزند مشفق است، مادر برای فرزند دلسوز است. مادر همه مشکلات به سر خود میبردارد، لیکن مشکلات بالای سر فرزند خود طاقت ندارد. ولی مادر مشفق است، مادر مهربان است، نگه دارنده از چندین زیان است. هر زیانی که به سر فرزند می آید مادر محافظ است. میگوید مولوی مادر محافظت میکنه که فرزند در زیان نزند، که دارد حفظ حالش از فلاکت، خصوصا از طعام با حلاکت. حضرت میگوید هیچ وقت مادر نمیگذارد که فرزند در آتش زند، در برق زند، در یگان چاه رود، نمیگذارد. و هیچ وقت نمیگذارد که فرزند او خوراک خنک خورد تا او بیمار شود، یا خوراک گرم خورد تا وجود او درمند شود. مادر این را نمیخواهد. حضرت گفتند منم قبول دارم مادر مشفق است، مادر مهربان است. لیکن در دوام حضرت مولوی چی گفتند؟ به کودک مادرش چون مهربان است، نگه دارنده از چندین زیان است، که دارد حفظ حالش از فلاکت، خصوصا از طعامی با حلاکت. خدا مشفق ترین از مادران است. حضرت میگه خدا مشفق ترین از مادران است، نگه دارنده از چندین زیان است. کجا بود مادر اندر روز قسمت، که حق بنویشت از اهل محبت. حضرت میگوید آخر الله از مادر ده مشفق است، الله از مادر ده مهربان است. وقتی که روز قسمتی که پروردگار برپا کرد برای بندگان خود، مادر در کجا بود؟ همین محبت مادر به فرزند، همون محبت در دل مادر کی جای کرد؟ الله کرد. الله جای کرد که مادر فرزندش دوست می‌دارد. برادرای عزیز و گرامی، حبیب خدا میگوید شما اگر خواهیم به مهربانی های پروردگارتان شناس شوید، گوش اندازید. ببینید برادر عزیز و گرامی، الله چی مهربان است برای ما. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد؟ وقتی که دل با زبان یک جا نیست، دل دیگر چی میخواهد، زبان دیگر چیز میگوید، این کجا طاعت پروردگار است؟ جسم در خانقاه و دل در سیر، این چونین بندگی چی خط و چی خبر؟ جسم تو بالای جای نماز است، لیکن تمام خیال تو در کوچه است. این از کجا میگوید؟ این چی عبادت است؟ دست در صبح، زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. در دست و تسبیح سبحان الله الله اکبر میگوی، لیکن دل تو فقط و فقط گوییم که در نظارت بیرون، در نظارت دنیا هست. این تسبیح تو از کجا قدر و قیمت می‌یابد؟ ظاهرا خود حلقه پوشی ها،
باطن خود مکر و فریبی ها. بیرون ظاهر و بسیار به یک آدمی با تقوا و با ایمان مانند است، لیکن داخلت همه مکر و فریب است. حضرت در آخر گفتند این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. از این گونه عبادت و از این گونه گویم طاعتی که تو به سوی پروردگار میکنی، از این دم مردن بهتر گفتن حضرت. زیرا این طاعت عبادتی تو هیچ قدر و قیمت ندارد.